ای پسرم، نماز را به پای دار و همواره به نیکی امر کن و از بدی نهی نما و در برابر مصیبت‌ها صبر و استقامت داشته باش، زیرا این کارها مهم و اساسی است. هیچگاه به تکبر از مردم روی مگردان و در روی زمین مغرورانه راه مرو، زیرا خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. در مشی خود متعادل باش، صدایت را بلند مکن که ناشناخته ترین صداها صدای خران است. آیا نمی بینید که خداوند آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است در اختیار شما گذاشته و نعمتهایش را چه آشکار و چه پنهان به تمامی عطایتان کرده است؟ اما برخی مردم بدون علم و آگاهی و بی هیچ هدایت و کتاب روشنی در مورد خداوند مجادله می نمایند. و اگر به آنها گفته شود از آنچه خداوند نازل کرده پیروی کنید، گویند نه، ما از آنچه نزد پدرانمان یافته ایم پیروی می کنیم. حتی اگر شیطان آنها را به عذاب آتش دعوت کند.